من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی، حدیث پیامبر. یعنی تو چگونه مسلمان هستی، مسلمانی تو تا چه اندازه خوب و بهتر است، از آن معلوم می شود که تو چیزهایی که به تو رابطه ندارد ترک کنی، چیزی که به تو هیچ علاقه ندارد تو ترک کنی، از پای خودت باشه. به نزدیکی کتاب خوانده بودم درباره حکمت های ابن سینا که نویسندش ترک بود، ولی یک جمله ابن سینا خیلی خوشم را گرفت که میگوید با خود مشغول شو و برای خود مشغولیت پیدا کن، که اگر با خود مشغول نشوی و به خودت مشغولیت پیدا نکردی با دیگران مشغول میشوی، وقتی با دیگران مشغول میشوی بلای دیگران میشوی. یعنی کسایی که با خبر دیگرها همیشه مشغول هستند از خبر خانه خود تماما بیخبر هستند. ببینید با جای این چیکار کرد و آن چیکار کرد با فرزندت نشین، از او بپرس که حالت چی است، چه خبر داری، چه آرمان و آرزو